سلام، امیدوارم که خسته نباشید. من از بچگی با خاک سر و کار داشتم. اون موقع که بچه بودم وقتی با خاک بازی میکردم بهم میگفتن که مراقب باش خاکی نشی. واقعیتش اینه که من سالهاست که خاکی شدم. الان به این ظاهر الانم خیلی نگاه نکنیم. من شب و روز با خاک دارم کار میکنم. ما یه بنگاه اقتصادی داریم که حوزه فعالیتش خاکه. همونجور که گفتم شب و روز داریم با خاک کار میکنیم. امروز میخوام از یه نگاه متفاوت به خاک و محیط زیستمون با شما صحبت بکنم. تا حالا به واژه خاک حتما فکر کردید، به معانی که این واژه داره. خب مفهوم مادیش همون مفهوم زمین زیر پای ماست. اما ما خاک رو مفاهیم بلندتری رو هم ازش شنیدیم، مثل وطن، مثل تکیهگاه، مثل فروتنی، یا مثل محل رویش و زایش، یا در نقطه مقابل اون به مفهوم آرامگاه. یا تو زبان فارسی توجه کردید به ترکیب‌هایی که با خاک ساخته میشه، مثل خاک پای کسی بودن، خاک کاری رو خوردن، خاک شدن و خاک کردن، خاکسار بودن. این نشون میده ما تو ادبیاتمون با خاک خیلی سر و کار داشتیم. انگار تو زندگی ما این خاک کاملا عجین شده. وقتی به عناصر اربعه نگاه میکنیم، به اون 4 عنصر اصلی حیات نگاه میکنیم، خاک یه ویژگی منحصر به فرد داره. خاک نماد ثبات و پذیرشه. ما به خاک اطمینان میکنیم. ما خونه های خودمون رو روی خاک میسازیم. ما هیچ وقت خونه رو روی آب بنا نمیکنیم، چون نماد ثباته برای ما. میدونین علت ترس ما از زلزله چیه؟ چون ما عادت کردیم که زمین زیر پامون ثبات و قرار و استحکام داشته باشه. وقتی که زمین اون عادت همیشگیش رو از دست میده و شروع میکنه به جنبش و لرزش، ما ازش میترسیم، چون قرار نبوده که این کار رو بکنه. خاک قرار بوده که نماد ثبات برای ما باشه. شاید به همین دلیله که از میون همه رویدادهای طبیعی خداوند وقتی در قرآن میخواد روز قیامت رو تشبیه بکنه، اون رو فقط با زلزله مشابهت سازی میکنه. به عنصر دیگه طبیعت نگاه بکنیم، به آب. خاک بستر پذیرش آبه. ما هیچ جا آب رو بدون خاک نمیبینیم. هر جا آب وجود داره، تو رودخونه ها، تو دریاها، در بستر خاک جریان داره. تنها جایی که ما آب رو میبینیم و خاک رو نمیبینیم در کنارش، آبی است که در آسمون تا قبل از بارش باران به سمت زمین وجود داره. تو مفاهیم ادبی هم باز نگاه بکنیم، به وطن میگیم آب و خاک. خاک معیار پذیرندگی رو اینجا داره برای ما نشون میده. افلاطون خاک رو به عنوان یک بستر بی قضاوتی توصیف میکنه که ما هر چیزی رو میتونیم بهش بسپریم بدون اینکه خاک در موردش قضاوت بکنه، و اون پذیرای همه اون چیزهایی هستش که ما بهش میدیم. اونها رو میپذیره. ما به خاطر همینه که خیلی چیزها رو به خاک میسپریم. ما بذرها رو به خاک میسپریم، جنازه ها رو به خاک میسپریم، خاطره ها رو به خاک میسپریم، حسرت هامون رو هم به خاک میسپریم. خاک پذیرای همه اینها در طول تاریخ بوده. خاک حافظه جمعی تک تک ماست. خاک تاریخ و پیشا تاریخ رو برای ما روایت میکنه. ما هر آن چیزی که از گذشتمون میخوایم بدونیم، از مسیر خاک بهش دست پیدا میکنیم. خاک میپذیره، پذیرش میکنه، اما فراموش نمیکنه. در شاهنامه از مدفن سیاوش یک گیاه سیاه رنگ میرویه. این میخواد به ما بگه که خاک میپذیره، اما یادش نمیره که چه چیزی رو ما در داخل اون قرار دادیم. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. خیلی ممنون. من مهندسم. سالها پیش از دانشکده فنی، فکر کنم جهت رو دارم درست نشون میدم، همین چند قدم بالاتر فارغ التحصیل شدم. من انتخاب کردم که تو ایران بمونم و تو همین آب و خاک کار بکنم. برخلاف خیلی از همکلاسی‌های خودم که از اون سالی که ما سال 1376 وارد دانشکده فنی شدیم، اکثر همکلاسی‌های خودم انتخابشون این بود که از ایران برن. از اون جمع ورودی‌ها شاید کمتر از انگشتان 2 تا دست امروز در ایران باقی موندیم. البته منتی بر کسی نیست، هر کسی انتخاب خودش رو داره. من انتخاب کردم که بمونم در ایران کار کنم، هم برای آب و خاکم، هم برای خاک. ما یه تیمی داریم که روی خاک داریم کار میکنیم. ما خاک رو تحکیم میکنیم، تصلیح میکنیم، بهسازی میکنیم. اون جایی که خاک‌ها سستند،
ناپایدارند، مسئله دارند، میریم سراغشون و اونها رو با این روش‌های مهندسی تحکیم میکنیم که آمادگی پذیرش سازه‌هایی رو که در آینده قرار روشون قرار بگیره داشته باشن. من امشب اصلا نمیخوام در حوزه مهندسی با شما صحبت بکنم. معمولا تو این حوزه‌ها تو سخنرانی‌های دیگه معمولا صحبت میکنم. امروز میخوام از یه موضوع مهمتر که شاید زندگی خودم که با خاک عجین شده من رو به این توجه واداشته با شما اون رو در میون بذارم و با شما صحبت بکنم. ما خیلی از کارهایی که خودمونم با خاک میکنیم شاید کارهایی باشه که خاک خیلی اونو نپسنده و صدای ناقوس اعتراض خاک سالها بعد در بیاد از کارهایی که خود ما داریم با خاک انجام میدیم. خب ببینیم که ما چیکار کردیم با خاکمون. آیا ما باید خاک رو نجات بدیم؟ من احساس میکنم که ما باید نگاهمون رو به خاک عوض بکنیم. این همه مشکلاتی که ما تو خاکمون داریم که خود به خود به وجود نیامده. من تو خیلی از پروژه ها میبینم که علیرغم اینکه اصلاحاتی رو ما میریم در خاک ایجاد میکنیم اما خاک توان پذیرش اون اصلاحات رو نداره. نه اینکه خاک مشکلی داشته باشه، نگاه ما از مسئله خاک در اون نقطه خاص اشتباهه. ما خاک رو درست فهم نکردیم. خاک آینه ارتباط جهان با ماست. از طرف دیگه بازتاب رابطه ما با جهان هم در خاک میتونیم ببینیم. آیا میتونیم خاک رو نجات بدیم؟ من اعتقاد دارم که خاک نیازی به نجات دادن لزوما نداره. ما فقط باید نگاهمون رو نسبت به خاک عوض کنیم قبل از اینکه خیلی دیر بشه. این تصویری که دارید میبینید از یکی از پروژه های ماست در جزیره زیبای قشم. این هم خلیج همیشه فارس خودمونه. ما اون سوی این آبها هم یه پروژه دیگه ای داریم که شاید فاصله مستقیمش با این پروژه قشممون 150 کیلومتر باشه. اگه یه روز هوا خیلی تمیز باشه ما با یک دوربین عادی میتونیم از این پروژه قشممون اون پروژه اونور آبمون رو ببینیم. یک طرف خاک مرغوب وطنمون، یک طرف هم یک خاک دیگه. من چون تو این دوتا اقلیم کار کردم میتونم به شما بگم که تفاوت نگاه به خاک تو این دوتا اقلیم از زمین تا آسمونه. چرا میگم از زمین تا آسمون؟ بیایم یه سری عدد و رقم رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شاید بد نباشه برای ذهنیتامون. میام رو مسئله فرسایش. کشور ما 1% از مساحت زمین رو به خودش اختصاص داده، همینجور که میبینید. اما 8% از فرسایش خاک‌های زمین سهم کشور ماست. یعنی ما 8 برابر آن چیزی که استحقاقشو داریم خاک رو فرسوده میکنیم. و این واقعا نکته است که باید بهش توجه بکنیم. ما در هر هکتار 16.5 تن خاک رو داریم در سال فرسوده میکنیم. این عدد حدود 7 برابر معیارهای جهانیه. یعنی ما 7 برابر بیشتر از آن چیزی که همه دنیا داره خاک رو فرسوده میکنه ما باعث فرسایش خاک در مملکت خودمون میشیم. بریم رو موضوع بعدی. بریم رو بحث فرونشست. امروز خیلی در این موضوعات داره در کشور صحبت میشه. میانگین نرخ فرونشست در کشور ما حول و حوش سالیانه 15 سانتی متره. این عدد 5 برابر نرم جهانیه. در دنیا میانگین نرخ سالانه فرونشست 3 سانتی متره. ما الان خیلی از شهرامون تحت تاثیر فرونشست قرار گرفتن. خیلی از آثار تاریخیمون تحت تاثیر فرونشست دارن قرار میگیرن. ما تو خیلی از استان‌ها وضعمون از اینم بدتره. ما در استان کرمان میانگین نرخ سالانه فرونشست 30 سانتی متره. 49% مردم ایران امروز با مسئله فرونشست دست به گریبانن. این که من و شما امروز تو تهران خیلی به این موضوع توجه نمی‌کنیم دلیل این نیست که وجود نداره. البته به شما این انذار رو بدم که صدای پای فرونشست به شهر تهران هم رسیده. اینم با وضعیت فرونشست نگاه ما به خاک. این اتفاقاتی است که ما به رقم زدیم. یه دلیل سادهش چی بوده؟ استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینیمون که این فاجعه رو داره در کشور ما رقم میزنه و این به این راحتی اصلاح پذیر و قابل برگشت نیست. بریم رو موضوع بعدی. رو موضوع دفن زباله. من تو این موضوع یه ذره بیشتر میخوام صحبت بکنم. این تصاویر رو با هم دیگه نگاه بکنیم. من اولین باری که این تصاویر رو دیدم، این فیلم ها رو دیدم، شب خیلی خوب خوابم نبود. یه چند ثانیه سکوت میکنم شما این تصاویر رو ببینید، شاید بد نباشه.
در همین حین که داریم اینا رو میبینیم، اینا خیلی از شهرهای شناخته شده کشور ما هستن. خیلی هاشون مرکز استانن. ما زباله رو اینجوری داریم تو شهرهامون دفن میکنیم. این زباله‌ای که اینجوری داره تو شهرهای ما روی خاک ریخته میشه، خاک رو، آبهای زیرزمینیمون رو تحت تاثیر قرار میده و ما بهش بی‌توجهیم. این به این دولت و اون دولت و این دوره و 1 سال و 2 سال و اینها هم ربطی نداره. دهه هاست ما داریم با خاکمون و با محیط زیستمون اینجوری رفتار میکنیم و این واقعا حیرت آوره. اون خاکی که روز اول صحبتم با شما صحبت کردم قرار بود که گهواره تمدن بشری باشه، الان شده در کشور ما زباله‌گاه بی‌تمدنی ما. خب یه مقدار بریم جلوتر ببینیم این مسئله رو چجوری میتونیم بهش بپردازیم. یکم عدد و رقم باز خدمتتون عرض کنم. ما در کشور روزانه 58,000 تن پسماند تولید میکنیم. از این 58,000 تن 48,000 تنش پسماند شهری است، یعنی در شهرهای ما تولید میشه. 10,000 تن در روستاهای ما. تقریبا سرانه تولید پسماند در شهرهای ما یه چیزی هول و هوش 800 گرم به صورت روزانه است. در روستاها این عدد هول و هوش 500 گرمه. در شهر تهران این عدد 1 کیلوگرم در روزه، یعنی هر کدوم از من و شما 1 کیلوگرم زباله تولید میکنیم. خب ما با این زباله‌مون چیکار میکنیم؟ ما در کشورمون الان سیستم به این شکله که 0.3% از این زباله رو زباله سوزی میکنیم، 5% رو بازیافت میکنیم، 14.7% رو تولید کمپوست میکنیم و این تیکه مهمه، ما 80% زباله‌مون رو دفن و تلمبار میکنیم. این اعداد غیر رسمیه. همین که اصلا تو کشور عدد رسمی بابت این موضوع وجود نداره، حتما یه دردی هستش که ما در خیلی از حوزه‌ها اعداد و ارقام خیلی دقیق داریم، ولی چرا تو این حوزه نداریم؟ ولی این عدد از منابع دانشگاهی به دست اومده و قرینه به صحته. خب ما رفتیم زباله رو دفن کردیم، انباشت کردیم و می‌خوایم انباشت کنیم تو جاهای مختلف شهرمون. اسلاید بعدی رو ببین. خب شما کشور لوکزامبورگ رو احتمالاً همتون میشناسید. یه کشور کوچیک در وسط قاره سبز اروپا، خیلی سرسبز و قشنگ. شاخص مدیریت اصولی پسماند در کشور لوکزامبورگ 99.8%. یعنی 99.8% از پسماند تولیدیش رو تونسته به صورت اصولی بر اساس شاخص‌ها و معیارهای جهانی مدیریت کنه. خب فکر میکنیم که لوکزامبورگ رده چندمه در رنکینگ جهانی مدیریت اصولی پسماند؟ احتمالا اول دیگه با 99.8. من باید به شما بگم که اول نیست، 24مه و 23 کشور بالاتر از لوکزامبورگ قرار دارن که 100% پسماند تولیدیشون رو میتونن که مدیریت اصولی بکنن. خب حتما فکر میکنیم که این 23 تا کشور احتمالاً کشورهای خیلی پیشرفته و با رفاه اقتصادی بالا هستن و کشورهای صنعتی هستن. بله بخشیش درسته، کشورهای مثل فرانسه، آلمان، سوئیس تو این لیست 23 تا قرار دارن، ولی کشورهای نزدیک ما هم هستن مثل عربستان و قطر. عربستان و قطر 100% پسماند تولیدیشون رو دارن بر اساس این شاخص و ایندکس دارن مدیریت اصولی میکنن. ما کجای این رنکینگ و این جدول هستیم؟ ایران در رتبه 102 این جدوله. ما فقط 19.8% از پسماند تولیدیمون رو میتونیم بر اساس این شاخص ها مدیریت اصولی بکنیم و 101 کشور بالای ما ایستادن و تفاوتمون عرض کردم با حتی کشورهای اطراف خودمون رو میتونیم اینجوری حس بکنیم و اینجوری ببینیم. خب این وضعیتی است که ما برای محیط زیستمون داریم رقم میزنیم. بریم اسلاید بعد. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ یه بخشیش من حالا به عنوان سیاستگزار که اینجا صحبت نمی‌کنم، به عنوان مدیر بخش خصوصی و مهمتر از اون به عنوان یک شهروند مطالبه‌گر دارم این صحبت رو میکنم. خب ما مسائل مختلفی داریم در موضوع پسماند و زباله. یه بخشیش مسائل فرهنگیه. من یه عددی به شما بدم. ما 70% سبد زباله‌ای که من و شما در خونه‌هامون هر روز تولید میکنیم زباله تره. یعنی ما 70% از حجم زباله تولیدیمون تره و این زباله تر رو راهی نداریم به جز اینکه ببریمش به سمت دفته. این عدد در کشور آمریکا 10%. یعنی ما یک فرهنگ غذایی و فرهنگ مصرفی داریم که 70% زباله رو زباله تر به ما تحویل میده. خب اینو که میتونیم روش کار کنیم احتمالاً. ما با یه پدیده دیگه تو شهرامون از جمله تهران باهاش مواجهیم، بهش میگن مافیای زباله دزدی.
یعنی من و شما که کیسه زباله‌مون رو شب میریم توی سطل شهرداری قرار میدیم، قبل از اینکه سیستم شهرداری بیاد و اون زباله رو جمع بکنه، حتما خیلیاتون دیدین یه سری گروه‌هایی هستن که واقعا به صورت مافیا، یعنی این کلمه مافیا به نظرم خیلی بهش میشینه، میان و اقلامی که داخل این کیسه زباله من و شما وجود داره و اقلام ارزشمند هستن رو از توی اون کیسه جمع میکنن. آن چیزی که در این کیسه میماند که شهرداری باید اون رو ببره به مراکز مدیریت زباله، آن بخش به درد نخور زباله است. در نتیجه فرایند مدیریت پسمان در کشور ما یک فرایند غیر اقتصادی میشه. اون گروه‌های مافیایی دارن از اون اقلامی که از توی کیسه زباله من شما برمی‌دارن سودهای کلان اقتصادیشون رو میکنن. خب این تیکر هم میگیم یه موضوعی که باید به حاکمیتی بهش شاید نگاه کرد، قانونی بهش نگاه کرد. بریم رو موضوعات یکم مهندسیش که بالاخره حالا به حرفه خودم یه مقدار ربط داره. خب ما میتونیم که زباله رو بیایم اصولی دفن بکنیم، کاری که در کشورهای اطراف ما خیلی داره اتفاق میفته. ما در مکانیابی محل لندفیل یا محل دفن زباله یک کار مهندسی در تطابق با محیط زیسته. مکانیابی رو میتونیم درست انجام بدیم. طراحی لندفیلمون یا طراحی محل دفنمون باید طراحی اصولی و مهندسی باشه، مبانیش وجود داره، همه دنیا داره استفاده میکنه. اجرامون باید مطابق با معیارهای مهندسی باشه. خب این کارو نمی‌کنیم، نتیجهش اونجوری شده بود اون چیزی که شما می‌دیدید. ما امروز تو کشورمون سد در حال آماده بهره برداری داریم که مخزنش رو نمیتونیم آبگیری بکنیم به خاطر اینکه نزدیک محل دفن زباله است. اون آب مخزن سدی که مملکت هزینه کرده و ساخته آلوده میشه به زباله و اون سد نمیتونه آبگیری بشه الان. خب اگه لندفیل اصولی بسازیم، با معیارهای مهندسی بسازیم، میتونیم موضوع رو مدیریت کنیم. شیرابش اون وقت میتونیم مدیریت کنیم. فراتر از اون میتونیم از گازهای حاصله از تجزیه زباله در داخل این لندفیل بیایم برای تولید انرژی برق استفاده بکنیم، کاری که تو همین کشورهای کوچیک اطراف خودمون داره اتفاق میفته. و اون وقت مثل این تصویری که داریم میبینیم محل لندفیلمون رو تبدیل بکنیم به یک محل فضای سبز برای زیست شهری. به جای اینکه محل‌هایی که الان داریم زباله توش دفن می‌کنیم از کیلومترها فاصله‌اش نمیتونیم که عبور بکنیم به خاطر بوی بدش، جاهایی در دنیا به این شکل داره ساخته میشه. عرض کردم تو همین فاصله نزدیکی خودمون که یک محل زیست مناسب شهری است، حتی میان روی اون ساختمون میسازن. خب ما میتونیم به این روش‌ها رجوع کنیم، ما با آدم‌های متخصص تو این حوزه میتونیم رجوع کنیم، کاری که نخواستیم انجام بدیم. خب باز خیلی نمیخوام اینو تو زمینه تکنیکال ادامه بدم. من امروز قرار بود در مورد انتخاب یا انفعال با شما صحبت کنم. واقعیتش اینه که از نظر من اصلا انفعال که وجود نداره، یعنی انفعال هم خودش یه انتخابه، یعنی ما انتخاب میکنیم که منفعلانه برخورد کنیم. ژان پل سارتر میگه که انسان‌ها محکوم به آزادی هستند، چون اون موقع که کاری هم نمی‌کنن انتخاب کردن که کاری نکنن، آزادانه این انتخاب رو کردن. ما مسئول تمام انتخاب هامون هستیم، چه این انتخابمون منفعل باشه چه فعال. ما باید فکر کنیم، پاسخگوی تمام انتخاب‌های خودمون باشیم. اگر آگاهیمون رو بتونیم افزایش بدیم، دیگه انتخاب‌هامون از روی آگاهیه و انفعالمون هم از روی، چون آگاهی داریم دیگه انفعالمون از روی راحت طلبی و ترسه که انتخاب صحیح رو نتونستیم انجام بدیم و منفعلانه برخورد کردیم. هانا آرنت میگه که معمولاً بدترین شرها با هیاهو و غوغا نمیان، با سکوت میان، با فقط نگاه کردن میان، با فقط کاری نکردن. ما کاری نکردنمون بزرگترین شر برای محیط زیستی که میتونیم در اطرافمون داشته باشیم. من امروز میخواستم اینو به شما بگم که بیایم نگاهمون رو نسبت به خاک عوض بکنیم. به این خاکی که میلیون ها سال صبورانه در کنار ما زیسته نگاه دوباره بندازیم. این خاکی که آینه رابطه ما با دنیای هستیمون بوده رو بهش یه نگاه دوباره بکنیم و بگیم حالت چطوره؟ و تدابیری که ما فکر کردیم در مورد این خاک چیا بوده که تو رو به این روز رسونده؟ مخصوصا در کشور ما. بیایم یک بار، فقط یک بار این سوال رو بهش اینجوری نگاه بکنیم، به خاک به عنوان نه مسئله‌ای برای حل کردن که معمولا ما مهندسا هر چیز رو به شکل یک مسئله می‌بینیم، می‌خوایم بریم مسئله رو حل کنیم، ولی به خاک بیایم این دفعه به عنوان سوالی برای زیستن فکر بکنیم. ما میتونیم همین روش موجودمون رو ادامه بدیم و برای آیندگانمون زمین کشورمون رو این شکلی که دیدید تو این تصاویر به ارمغان بذاریم. ارمغان که نمیتونم بگم، یه میراث شومی رو براشون به جا بذاریم.
یا اینکه میتونیم تصمیممون رو عوض کنیم، نگاهمون رو عوض بکنیم، واقعا به عنوان مسئله اصلی کشور موضوع محیط زیست و به طور خاص در اینجایی که من عرض میکنم زباله رو بشناسیم و اون وقت جلوگیری بکنیم از انفجار یک بمب ساعتی که هر روز داره ما رو تهدید میکنه. خیلی ممنون از اینکه به من توجه کردید. خیلی خوشحال شدم.